قرار تست گیمینگ نوت 13 پرو رو داشته باشیم. اینجا قرار تست گیمینگ نوت 13 پرو. محمد راستیتش الان 6 نفر اینجا نشستن. محمد گم شو بیرون. پرچمدار فوق الخفنی که اولوش 1.5 ماه شامی داده بیرون، ولی این خارجی‌ها تست گیمینگشو نمیذارن چه بخوام من تست گیمینگشو دوبله کنم به فارسی. یه پیام سنگین واسه این خارجی‌ها دارم من. بریم تو کار نوت 13 پرو. یه گوشی شیک و مجلسی از نظر طراحی. حالا یه جور میگه شیک و مجلسی، انگار مثلا میخواد بره مهمونی بگیره مثلا به مردم نشون. حالا اینا رو ولش کن. این بازی در حالت گرافیک HDR روی فریم ریت اکستریم اجرا میشه و این نشون میده که این بازی به شدت برای این گوشی بهینه سازی شده. ولی خب طبیعتا این بازی اسموت میخوان باید حالت گرافیک روی اسموت بذارین تا واقعا با فریم ریت 60 اجرا بشه. اگه بذارین حالت HDR که دیگه خدا کمک کنه به گوشی شما. من نمیدونم هرچی گوشیو میرن جلوتر خودشون رو سعی میکنن شبیه آیفون کنن، ولی اولش آیفون رو مسخره میکنن، میگه مثلا تا فلان. اوکی بریم سراغ شروع تست. این گوشی 86% شارژ داره و دماغش هم 34.9. بریم ببینید در ادامه چجوری میشه. من خیلی تون میگم واجب، من به نظر استعداد رپی نیست اما ولی خب نکته که با توجه داشته باشید این تست در حالت گرافیکی اسموت و فریم ریت اکستریم داره اجرا میشه. به جای که الان داره بازی میکنه چی میگه نمیدونم کم پیتیز تو همین کم که همونطور که میبینید که تو 60 فریم تقریبا قفل 60 59 60 59 این نشونه خوبیه، یعنی حداقل 60 فریم قفل داره اجرا میکنه. اوکی کم بریم سراغ مشخصات. این گوشی 6.6 این گوشی 6.6 اینچ صفحه داره، یه صفحه 120 هرتزی هم داره و 5000 میلی آمپر باتری. و حالا بریم ببینیم تو رنگل به قول های کلاس های انگلیسی زبان رنگل این بازی چیکاره است. تو رنگل فریم ریت 54 55 56 رو داره به ما نشون میده. این اگه بره تو فایت های سنگین‌تر معلوم نیست دیگه این فریم ریت روی چند وای میسته. مرد حسابی تو که رو گرافیک اسموت داری 55 فریم اجرا میکنی، رو HDR دیگه می‌خواستی 10 فریم واسه من اجرا کنی یه پیام. حالا این طرفم یه جور از این انگشتی گذاشته رو دو تا 60 انگار مثلا یه گیمر فوق العاده حرفه‌ای. مشتی بیا پای من خودم 2 ساعت میشستم پابجی بازی میکردم انگشتم آخ نمیگفت فقط میشکست، ولی تو واسه من انگشتی گذاشتی. همین یه چیزی که هست تو بازار دیگه گوشی خیلی مثل قدیم جذاب نیستن. قدیم میگفتن اوه حاجی قبلا 16 گیگ حافظه بود گوشی‌ها، الان شده 64 گیگ حالت معمولیش. اوه شد 1 ترابایت، ولی الان دیگه مثلا میخواد بشه 2 ترابایت یا مثلا میشه اصلا 5 ترابایت. دیگه کسی جذابیت خاص آنچنانی دیگه دنیای گوشی رو ندارن. نمیدونم چرا چرا دیگه چجوری میخواد بشه، یعنی مثلا گوشی میخواد تمام شیشه‌ای بشه یا میخواد نمیدونم راستیتش. نظرتون تو کامنت بنویسید حتما. اوکی گوشی بعد از نیم ساعت بازی کردن به دمای 36.5 رسیده و باتریش هم 9% شارژش کم شده. خوبه، بد نیست به نظر من حداقل. انتظاری که من از گوشی داشتم بعد از 1 ساعت بازی کردن این که FPS 45 تا 50 رو به ما بده، اما فراتر از انتظار من رفت 55 56 FPS تو ارانگل به ما میاد. بعد از 1 ساعت پلی دادن پابجی در این گوشی 19% از شارژ این گوشی کم شده و دما به 38.3 رسیده. لایک و سابسکرایب